سلام دوستان، وقت بخیر. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز میخواستم براتون یه خرما رولتی فوق‌العاده خوشمزه درست کنم که همراه با گردو و بسکویت پتیپور وانیلیه. اول هسته خرما رو خوب جدا میکنیم و اونو با کره خوب تفت میدیم. بعد یه ذره دارچین اضافه میکنیم و در آخر گردو اضافه میکنیم. بعد دو طرف پلاستیک پهن میکنیم، موادمون رو وسط پلاستیک قرار میدیم و اونو خوب با دستمون صاف میکنیم. قشنگ که صاف شد، بعد میایم سراغ بسکویت وانیلیمون. یه ردیف بسکویت وانیلی میچینیم، مجدد تا میکنیم، دوباره یه لایه بسکویت میچینیم، دوباره تا میکنیم. بعد به اون کنجد اضافه میکنیم. میتونیم پودر نارگیل هم اضافه کنیم. بعد تو پلاستیک خوب میپیچونیم و به مدت 2 الی 3 ساعت میذاریم توی فریزر. خرما رولتیمون آماده شد. اونو برش میدیم و کنار چایی نوش جان میکنیم.